من تازه رسیدم خوابگاه، خواستم بگم خونه و راست رو بخواین دروغ هم نیست دیگه، فعلا اینجا خونه منه و هیچ کس نیست و خیلی کم پیش میاد که اینجا واقعا هیچکی نباشه. بریم با هم بریم یکم اینجا چرخ بزنیم. به تیپ داغون و کج و کوله من نگاه نکنین. صبح سر پروژه بودم و واقعا خیلی خستم الان. اینجا لابی محسوب میشه که در واقع آشپزخونه و لاندری و همه چی همینجاست. الان میخوام بذارم آبجوش بیاد، بعد بشینیم با هم دیگه قهوه بخوریم، کتاب بخونیم و فردا هم ساعت 12 پیشم. یه کمد کوچولو هم دارم اینه که البته توش الان خیلی به هم ریخته است و چیز خاصی هم هنوز ندارم چون فعلا لیست دادم که مامانم برام وسایلمو بیاره. تخت دخترتونم اینه. میدونم یکم عجیب و دارک به نظر میاد که یهو از اتاق به اون بزرگی که توش تلویزیون و عملا میتونم بگم فرنیچر و همه چی داشتم برسم به یه تخت توی خوابگاه ولی به خاطر اینجا بابا قراره توی ویدیو من دعوا بگیرنمش. ولی خب هدفه که مهمه. هدف توی زندگی آدمو به چه چیزهایی که وادار نمیکنه. بذارین نمای پنجره من بهتون نشون بدم. عاشق اون خونم که تو روز خیلی خیلی خوشگل تره و همش هم چه صدایی. گربه ها اینجا لم دادن. هر جا گربه باشه من خوشحالم. اونلی گربه. این اکستنشن های قرمز هم دیگه آخراشه، احتمالا بهار بیاد برم که برام ریمووش کنه. الان داریم میریم اون سنگک بخریم، با لوکیشن دارم میرم. تا خونه من 8 دقیقه فاصله داره. بعد که دیگه رفیقات بگم دیگه لوکیشن نمیزنم. بعدم باید یه افق کوروش پیدا کنم برم مایحتاج زندگی بخرم. فکر نمی‌کردم من اینجوری باشم که مثلا صبح زود پاشم برم نون مثلا تازه بگیرم برای خودم، بعدم برم مثلا سوپرمارکت بعد لیست مایحتاج اولیه بگیرم، مثلا وسایل بهداشتی و نمیدونم تخم مرغ و اینا که البته فعلا تو مامانم برام وسایلی که گفتم و تعیین نکرده نفرستاده، فعلا اونجوری آشپزی اینا نمی‌کنم. یعنی واقعا من عاشق محله‌ای ام که الان درش قرار دارم. بسیار بسیار شانسی انتخابش کردم و خدا نشون داد که چقدر من براش با ارزشم. بعد این منطقه کلاً پر از درخت توته. بعد اگه فکر کردین من مثلا وقتی که این توتاش برسد کنارش همینجوری میگذرم و فلان و اینا، سخت در اشتباهی. من از همین الان منتظرم توتای این برسه من بچینم. دو تا لواش خریدم تا سعی دارم و جا داره هر بار همینجوری کم کم میگیرم که تازه بیام ببرم. اون دفعه یه نون بسته‌بندی تافتون خریدم، نصفش بیاد شد ریختم بود. واقعا اونقدر مصرف ندارم. باز احساس میکنم این دوتا هم برم زیاده. حالا کلا که نون لواش و اینا اوکی نیست. منم مثلا سنگک بگیرم، مثلا سنگک یه بسته بود دیگه، همونجور پرسون اومدم سراغ این. الان دیگه میخوام برگردم تو مسیرم، اگه افق کوروش نبینم دیگه از همون 7 نزدیکی خودمون خریدم و میزنم دیگه.
فکرشو نمی‌کردیم. امروز 16 فروردینه. 16 فروردین من تهران باشم. ما هر وقت که بخوایم بتونیم با هم بریم بیرون. این خیلی خوبه. خیلی عجیب غریب. اصلا خیلی غریبی داره. این کل پارسال ما ریم پی هم فرستادیم که یه جا باشیم دستمون با هم دیگه برسه، از خونه بریم با هم دیگه قهوه بخوریم بیرون. این شد. فقط ریز دلار از این بعد فقط ریز دلار میخوام. من پست بخوام. من رشت رو با خودم آوردم تهران. نمیدونم با چه جرأتی موبایلمو درآوردم دارم میگیرم، ولی خیرم مالمی تموم شد. جدیدیمو گرفتم. الان میخوام برم ترباری یکم خرس و پرس بگیرم و امشب بعد مدت ها برای خودم شام بپزم. از را میرم این کوه میبینم و دلم میره باهاش.
هفته واقعا خیلی زود گذشت. هفته سختی نبود، نفهمدم که چجوری گذشت حقیقتا. بعد از این که رفتم برای خودم وسایل خونه گرفتم، شروع کردم آشپزی کردن و سالاد اولویه و سالاد ماکارونی درست کردم. برای شروع به نظرم جالب بود. الان دارم میرم سمت انقلاب یکم قدم بزنم و شاید چند تا از این ظرفای مثلا نمیدونم بهش چی میگن، از اینایی که در داره شیشه‌ایه، بعد میتونی توش مثلا غذا فریز کنی یا بذاری یخچال و اینا، که مثلا وقتی یه چیز درست میکنم زیاد درست کنم، حداقل برای 2 روزم بشه و هر روز آشپزی نکنم. کلاسای آنلاینم هم شروع کردم و هفته‌ای 5 تا کلاس آنلاین برداشتم. بیشتر واقعا ظرفیتشو ندارم و به یه سری از بچهای محدودم فقط تایم دادم. دیگه بگذره پایان اردیبهشت اینا که تموم بشه، احتمالاً شروع میکنم کلاسای زبانمو، یه چند تا کلاس زبان جدید بگیرم اینجا و تدریس رو اینجا هم ادامه بدم دیگه. عشقمه واقعا، یعنی کیف میکنم و هیچ چیزی توی زندگی من اندازه درس دادن من خوشحال نمیکنه. بالاخره تونستم اینکه پیدا بکنم که ناخنامم یه فرسامونی بده. بعد اینجایی هم که اومدم خیلی خوشگله، یه جای قدیمیه واقعا خوشگله. من بنظرم تهران کلی جاهایی داره که حتی اونایی که اینجا زندگی میکنن هنوز کشفش نکردن و آمادم که کشفش کنم. بعد الان همینجا یه مغازه دیدم که خیلی قیمتش خوب بود، رفتم یکم ارگنایزر و مثلا رنده و اینا میخواستم. هرچی هم میخرم تموم نمیشه، باز بخرم، نمیدونم جریان چیه. خلاصه یه کمیشو خریدم دیگه، بقیه‌اش هم بمونه سری بعد احتمالاً دوباره همینجا میام ترمیم، چون از کارش راضی بودم واقعا و قیمتش هم که اوکی بود، چون اولین بار اومده بودم پیشش بهم تخفیف داد و از سریای بعدم قراره ترمیم و مثلا دوباره با تخفیف برام حساب بکنه. از این تریپ هایی که مثلا دیدی میخوان جذب مشتری بکنن و اینا. جریان پروژه هم که خیلی مفصله و اینجوری فکر نکنم بتونم بهتون توضیح بدم. از اونجایی که قول داده بودم تو این ویدیو بگم، بیاین یه دید کلی ازش بهتون بدم. به صورت خلاصه جریان از این قراره که من یه سری مقاله قبول کردم که توی تهیه‌اش رو شرکت کنم. اولا میتونم بگم چند تا پروژه برداشتم که یه سری مهارت‌ها باید براش یاد بگیرم و در کنارش هم همینجا حالا مثلا کارآموزی رو اینا میرم در رابطه با رشته خودمه که برام رزومه بشه و روی یکی از پروژه‌ها قرار با بهار کار کنیم و به خاطرش من سری از نرم افزارها رو باید برم حرفه‌ای یاد بگیرم. مثلا SPSS که مربوط به تحلیل داده‌های آماریه، داشتم میگفتم مثلا نرم افزار SPSS که مربوط به تحلیل داده‌های آماری توی پروژه‌های روانشناسی رو من اوکی ام، منتها کامل بلدش نیستم. اومدم اینجا که دوره براش شرکت بکنم، هم به صورت آنلاین هم حضوری. و کلا گفتم دیگه قرار بود که با بهار کار کنیم، باید کنار هم میبودیم و خب اون میومد شمال یا من میرفتم تهران. من اومدم تهران، خیلی موقعیت بهتری شد برام و این قضیه هم یه ددلاینی داره و باید برسونیم خودمونو. حالا باز توضیح میدم ولی باید یکم پیش بره و اینا، ببینم که کلا چی کار میکنم دیگه. فعلا که تا آخر تابستون تصمیم ندارم برگردم، یعنی بخوامم نمیشه. من موضوع پایان نامه‌ام تاثیر عزت نفس روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود. کلا من خودم توی تدریسم خیلی سعی کردم روی اعتماد به نفس بچه‌هام کار بکنم و اول از همه سعی کردم بهشون این باور رو بدم که شما میتونی و
مثلا از پس این کار بر بیاد. یه موقع انجامش قرار استرس داشته باشی، قرار نیست چیز عجیب غریبی باشه، چیزی که برعکس الان معلم‌ها برای اینکه اینکام بیشتری داشته باشن بچه‌ها رو تخریب میکنن و اعتماد به نفسشون ازشون میگیرن که غلطه ولی هست و نمیشه انکارش کرد. میخوام اگر شد مجدد روی موضوع پایان نامه‌ام کار بکنم، خیلی حرفه‌ای‌تر و حتی ترجمهش بکنم. حالا یه دید کلی بهتون دادم از کارهایی که دارم میخواد انجام بدم و حالا کم کم هم بیشتر بهتون دیتا میدم، هم با هم پیش میبریمش دیگه. خلاصه که الان مسئولیت‌ها خیلی بیشتر شده داداشم و خیلی خوشحالم که شما رو دارم میتونم باهاتون صحبت بکنم و همین. ممنونم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. یه فکری هم به حال صدای ویدیو هم میکنم، فعلا دووم بیارید با من تا ویدیو بعدی. خدافظ.